دوستان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اینجا رو ببینید چی چکودم شماره. یک غذای شمالی توی یه ظرف سفالی شمالی، یعنی گمج، که غذا توش آروم میپزه و فوق‌العاده میشه. این خورشتی که دیدین اسمش شش اندازه. میدونید دیگه شش انداز توی شهرهای مختلف به روش‌های مختلفی درست میشه، ولی شش انداز گیلانیا یکی از انواع فسنجون هاشونه که ببینید چه روغنی روش وایستاده. با کمترین استفاده از روغن یه وجب روغن روش وای میسته. آموزش امروز رو حتما ببینید تا بهتون یاد بدم چجوری این شش انداز رو درست کنین. و این برنج کته کنارش هم یه برنج ایرانیه که عطرش کل خونه رو برداشته. اگه دوست داشتین برنج کته هم یاد بگیرین، حتما توی کامنت ها بنویسین تا آموزش برنج کته رو هم براتون بذارم. این خورشت شش انداز گیلانی بچه‌ها نه مرغ داره نه گوشت داره، ولی به جاش بادمجون داره. خیلی هم خوشمزه است. مطمئنم اگه یه بار درستش کنین عاشقش میشین. مکمل فسنجونای شمالی یه ادویه‌ایه که توی همین آموزش بهتون میگم چیه. حالا بریم برای آموزش این فسنجون شمالی که طعمش واقعاً بی‌نظیره. بریم برای آموزشش. بریم. همونطور که بهتون گفتم، خورشت شش انداز یکی از انواع فسنجون‌های شمالیه که برای درست کردنش مثل همه فسنجون‌ها نیاز به گردو داریم که برای 4 نفر شش انداز بخوایم درست کنیم 200 گرم گردو می‌خوایم. گردوهامون رو باید آسیاب کنیم. حالا با هر دستگاهی میتونید این کار رو انجام بدید، ولی من میخوام به سبک سنتیش درستش کنم که شمالیای قدیمی توی این ظرف‌هایی که بهش میگن نمیار یا نمکیار با همین سنگایی که بهش میگن سنگ مشته گردوها رو قشنگ له میکنن. البته سنگ مشته باید از این درشتر باشه تا قشنگ توی دست جا بشه و توی دو دست بگیریمش به همین صورت که میبینید گردو رو له کنیم. حالا این سلیقه‌ایه که گردو یه مقدار زیر دندون بیاد یا له بشه. گردوها رو به این صورت قشنگ من کاملا میسابمشون. گردوها که به این حالت در اومدن، اونها رو میریزم توی ظرف سفالی گیلانی یعنی گمج و یک قاشق رب انار ترش بهش اضافه میکنم و با حرارت کم یه مقدار همشون میزنم و تفتشون میدم بدون اضافه کردن روغن تا یه مقدار گردوها داغ بشن. قرار نیست سرخ بشن ها، همین که یه مقدار داغ بشن کفایت میکنه. پس با حرارت کم توی گمج رب انار و گردو رو هم میزنیم تا یه مقدار داغ بشن. وقتی که گردوها داغ شدن وقتشه که یک لیوان آب یخ بهش اضافه کنیم تا این شوک دمایی باعث بشه که روغن گردو در بیاد. حالا همشون میزنیم تا گردو و رب انار و آب در هم حل بشن و گردوها از هم باز بشن. وقتی که موادمون با هم مخلوط شدن و داغ شدن، دوباره یه لیوان آب یخ بهش اضافه میکنیم تا بازم این شوک دمایی باعث بشه که روغن گردو بیشتر در بیاد. حرارت هم باید کم باشه. کلا ما هر وقت از گمج یعنی همین ظرف سفالی سبز رنگی که میبینید استفاده میکنیم باید حرارت کم باشه تا به گمجمون آسیبی نرسه و غذامون آروم آروم بپزه. وقتی مواد با هم مخلوط شدن در گمج رو میذاریم تا با حرارت کم 1 ساعت موادمون جا بیافتن. توی این مدت میریم سراغ بادمجونامون. گفتم دیگه این غذای گیاهیه که گوشت و مرغ نداره و به جاش بادمجون داره. نیم کیلو بادمجون میخوایم برای این خورش شش انداز که اون رو باید پوستشون رو بگیریم. پوست بادمجونا رو کاملا میگیریم. البته میتونید با پوست هم استفاده کنید، ولی خب غالبا پوستش رو میگیرن. پوست بادمجونا رو که گرفتیم وقتشه که اونها رو حلقه کنیم. پس در این حین که خورشتمون داره اون بغل توی گمج میپزه و جا میفته، ما بادمجونا رو پوستشون رو میگیریم و به این صورت حلقه‌شون میکنیم. حلقه ها هم سعی کنید باریک باشن تا راحت تر و زودتر سرخ بشن و روغن کمتری جذب کنن. حالا روش‌های مختلفی برای سرخ کردن بادمجون وجود داره، ولی یکی از بهترین و پرکاربردترین هاش اینه که ما بادمجونا رو بریزیم توی یه ظرف و اونها رو به نمک آغشته کنیم تا هم تلخیشون گرفته بشه، همین که جذب روغنشون کم بشه. پس یه قاشق نمک بهشون اضافه می‌کنیم و اونها رو به نمک آغشته می‌کنیم. البته میتونستیم اونها رو توی آب نمک هم بریزیم. 1 ساعت میذاریمشون کنار تا یه آب زرد رنگی ازشون خارج بشه و تلخیشون گرفته بشه. حالا پیازها رو هم به همین صورتی که میبینید خیلی راحت میتونیم برش بزنیم و بعد از این طرف نگینی و ریز خوردشون کنیم. این هم میشه پیازهای نگینی خورد شده ما.
پیازها رو که خورد کردیم برمیگردیم سر وقت گمج و خورشت شش اندازمون که ببینید یه مقدار روش روغن جمع شده، در حالی که ما تا حالا اصلا از روغن استفاده نکردیم. حالا بازم میخوایم بهش شوک دمایی وارد کنیم تا با این کار روغن گردو بیشتر در بیاد. پس تو این مرحله هم 2 لیوان آب یخ بهش اضافه میکنیم و یه مقدار همشون میزنیم. بازم میذاریم با حرارت کم خورشتمون توی گمج جا بیفته و بیشتر روغن بندازه. این از خورشت شش اندازمون که درش رو میذاریم 1 ساعت دیگه غل بخوره. حالا بریم سراغ سرخ کردن پیاز هامون که من نمیخوام از روغن زیادی هم استفاده کنم. 1 قاشق روغن میریزم توی تابه و پیازهای نگینی رو بهش اضافه میکنم. با حرارت کم تفتشون میدم تا پیازها آروم آروم اول سبک و بلوری بشن و بعد کم کم رنگشون تغییر کنه و طلایی بشن. حتما حرارت رو کم بذارید و از روغن زیادی هم استفاده نکنید که در آخر ببینید که روغن خود گردو چقدر زیاده. وقتی رنگش عوض شد ما یه مقدار بهش زردچوبه اضافه میکنیم و تفتشون میدیم تا پیازها به این حالت در بیان. پیازامون که سرخ شدن میذاریمشون کنار و بریم سر وقت سرخ کردن بادمجونا. 1 قاشق روغن میریزیم توی تابه و بادمجونایی که تلخیشون رو گرفته بودیم اول یه آبی میزنیم که نمکشون گرفته بشه، بعد خشکشون میکنیم و با حرارت ملایم توی تابه سرخشون میکنیم. من روغن زیادی هم استفاده نکردم تا خورشت شش اندازمون با همون روغن گردو آماده بشه. با حرارت ملایم بادمجونا رو به این صورت سرخ میکنیم تا دو طرفش به همین حالتی که میبینید در بیاد. ببینید بادمجونا هم پختن هم سرخ شدن. توی همین حین شما باید یه برنج کته هم بذارید که این برنجی که میبینید یه برنج ایرانی خیلی خوش عطر و خوشمزه است که اگه دسترسی دارید به خریدش، اگه ایران هستید، من بهتون برنج شریف رو پیشنهاد میکنم. فروشگاه شریف واقعا برندشون عالی بود و من قرار نبود اینجا معرفیشون کنم و هیچ انقدر خوب بود که من گفتم اینجا هم بهتون معرفیشون کنم. دوباره بریم سر وقت گمجمون. تا اینجا 3 ساعت با حرارت کم غل خورده و ببینید چه روغنی هم انداخته روش. روغن رو میبینید؟ ما تا اینجا اصلا از روغن استفاده نکردیم ها. به به چه رنگی، چه رویی. حالا پیازهایی رو که سرخ کرده بودیم بهش اضافه میکنیم و یه مقدار همشون میزنیم. 1 ساعت هنوز به پخت کامل خورشت شش اندازمون مونده. 1 ساعت وقتی مونده پیازها رو بهش اضافه میکنیم و نمک غذا رو اندازه میکنیم. 1 قاشق چایخوری نمک، 1 قاشق چایخوری فلفل سیاه و اون ادویه‌ای که مکمل غذاهای گردویی شمالیاست همین 1 قاشق چایخوری گلپر بود که اون رو هم به گمج اضافه میکنیم و همشون میزنیم. خیلی خوشمزه‌اش میکنه، حتما یه بار تست کنیم. درش رو میذاریم که 1 ساعت خورشتمون غل بخوره. بعد از 1 ساعت دوباره میایم سر وقتش رو ببینید چه خورشتی شد. جاتون خالیه واقعا، حرف نداره این غذا. 1 ربع به آخر بادمجونای حلقه شده ای که سرخ کرده بودیم رو هم اضافه میکنیم و بادمجونا هم که طعم غذا رو گرفتن دیگه غذامون حاضره. به به به، مگه میشه یه غذای گیاهی بدون گوشت و مرغ اینقدر لذیذ و جذاب باشه؟ برنج کته رو ببینید اون بغل چی شده، جاتون خالیه واقعا. امیدوارم حتما درستش کنید این خورشت شش اندازه گیلانی رو و در کنار عزیزانتون از خوردنش لذت ببرید. روغن روش رو ببینید. غذا درست کردن توی این گمج واقعا لذت بخشه. جاتون خالی و بهشت زیر دست آشپز هاست و بس نوش جانت. حالا اگه موافق باشی من 1 بار دیگه مقدار مواد لازم برای درست کردن خورشت شش انداز برای 4 نفر رو بهتون بگم که یادداشت کنید و حتما دیگه درستش کنید. گردویی که میخوایم که من پیشنهاد میکنم حتما گردوی ایرانی باشه 200 گرمه، 1 عدد پیاز متوسط، نیم کیلو بادمجون، 1 قاشق غذاخوری سرپر ربع انار ترش، نمک و فلفل سیاه و زردچوبه و گلپر که از هر کدوم 1 قاشق چایخوری ما نیاز داریم. خیلی ممنونم که تا اینجا با من همراه بودین. برای دیدن آموزش‌های بیشتر میتونید این صفحه رو سابسکرایب کنین و با من همراه باشین. تا یه آموزش جذاب و خوشمزه دیگه خیلی مراقب خودتون باشید. فعلا خدا نگهدار.